یه روزی شاید این الان من دارم میگم امینم من خیلی دوست داشتم باش کار کنم، خیلی دوست داشتم برم امریکا، الانم دوست دارم ولی نه دیگه مثلا اون انگیزه تو مرده دیگه. مثلا برام مهمه امریکا برم، مثلا الان امریکا هم کنسرت قراره بذاریم ولی برام مهم نیست بدیم ندیم چیکار کنم الان، مثلا واقعا برام اصلا مهم نیست. بچه من به خودم الان بیشتر از امینم احترام میذارم تو زندگی خودم، نمیگم تو رپ، مثلا اون جای خود. یعنی من از کشورم اومدم بیرون، دو تا حرف سیاسی یا هر چیزی هم زدیم دهنمون یا خواستن سرویس کنن یا ممنوعیتایی اومده جلو، اتفاقاتی بوده. خب ولی خب امینم میاد اونجوری وای میسته پشت ترامپ حرف میزنه، پشت اون حرف میزنه، پشت این حرف میزنه، تو هر دوست داره دست هر کی میده، هر کاری میخواد میکنه، داره کف امریکا رفت میکنه. یه بار به خاطر ممنوعیت‌های ایران شده، میگم ایران امریکایی شده که مثلا مثل ما از مرز فراری شه یا مجبور بشه بره تو غربت زندگی کنه یا استریم نتونه بکنه به خاطر اینکه فیلتره. بعد الان اینجوری خود وایساده میگه من میلیاردرم، اوکی بهش میرسه چون استاده. خب ولی اینا رو هم بذاری کنارش میفهمی که من چرا انگیزه‌ام از دست دادم. میفهمم خب من از جهت‌های دنیا منو سرویس کرده، اینا دیگه تو اون ریل مسترویس هستن، اینا یه خیلی $1 میلیون بریم بزنیم بعدی. خب من پولای خوبی تو این دوره اومده رفته ولی اینجا زندگی تو دوره اینقدر گرونه که اصلا من اینجا $50,000 قرارداد بستم $20,000 به خودم رسیده.